با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. دوستان عزیز، همدردی خود را از تمام مردم مسلمان تاجیکم و تاجیکستان عزیز و علاوه خصوص از مادری قابل جان همدردی خود را از نام تاجیکان فرانسه بیان میکنم. خدا کنه که این دو که ما را جاش ابدی جنت الفردوس قرار بدهد و که جاهای بهترین را نصیبش بگرداند. باور کن بعد از چندین روزهایی که مثلا نوار پهن شد خیلی ناراحت شدم، خیلی چی میگن درد ما دوچان شد، چون ما خودمان در غریبی هستیم و غریبی را میفهم چی است. دوستان عزیز، علل خصوص من میخوام یک چیزی که یادآوری کنم از تمام برادرانی که در این غم ما شریک بودن و نوار کردن، ویدیو کردن، از برادران ازبک، قرقیز، قزاق، چچنستان، از برادران داغستان، از برادران ایرانی، از برادران تمام مسلمان هایی که در این غم ما شریک بودن و با هر گونه زبان ها ویدیو پهن کردن. مینداری خود را بیان کنم و خدا کنه که آخرین غم ما و شما باشد. و دوستان گفتن هماند، همه وقتی که نوارهایی که از روسیه بدون مثلا کار قابل جان پیشتر هر ویدیویی که بود مثلا تاجیکا را میخوابیدن میبردن دست پاشا میبستن، نمیفهم پلنیا رو در وقت جنگ امو خیلی میبرن، همواره میدیم دلی ما رش میشد و با پلوس ای همه ای کار را دیدیم. ای کار اولین بار نیست بچه ها که تاجیکا را کودکاشون در روسیه میکشن. چند سال قبل در شهر سنت پترزبورگ عمرجان دودرچه 5 ماهه ما را از دامان مادرش میکشن و در اداره پلیس به قتل میرسن. ملتگرا هستن و ایرا همه ما شو در پوست خون خود در کردگیم، چون در روسیه بودیم و میدونیم ایرا. و یک چیز دیگر میخوام با دوستان یادآوری کنم، امی بچه‌ای که دیگر روسیه میرین، ای برادران همه قدیگه سوم دوری که با اروپا را بیان یا میفهم یگانجا دیگه برین نرین روسیه. باور کنید شما میرین اینجا نمیدونم، میگم ما نمیخوایم دیگه یوتیوب تماشا کنیم، نمیخوایم ویدیو رو تماشا کنیم، تمام عذابای شما رو میبینیم. تمام آخه ای خدا پست زدن ملت در یگان جای دنیا نیست، نه جنگ و تاجیکستان نه دیگه. میان مردم تاجی در روسیه همچون پلینیکو قطار صف زن و مرد صف میکنن، قطار میکنن، میبرن به اداره های پلیس و اداره های نمیگم هر جا که هست، با حالی مجبور میکنن که یا که داکیومنت میکنیم که جنگ میره. ولی برادر این چی میگن شریک استراتژی همیه، من نمیفهم این شریک استراتژی میگیم نمیفهم، برای رسا خودمون میکشیم و برای چی میکنیم. ولی خود ما کشته شدن، کودکی ما را کشته سند، زنکی ما را کشته سند، دادش همه تجاوز کرد. افیسری راسیست که ارمیا یگان چیز دیواناش بردن نمیفهم تیکابو بردن در روسیه کشته است. او باشه توکای دردار ما میکشیم. ای باشه دیگه غمی چی میگن گفتی ما خدا رحمتی هاشم که دیگه فرای غمخوری نداریم، دیگه نموند از جایی که دیگه غم بخوریم. نمیفهم غم خود ما بخوریم، غم ملت بخوریم، غم نمیفهم چی را بخوریم. روسیه غم داری در روسیه 24 ساعت فکر کی اوزی پلیس میقپم، اوزی میبرم آدماش میقپم، اوزی برام نمیفهم یک چی میگن یک گروه پیگاه رو ما از ناتسیستا او میقپم، نمیدونی کجا برای. اول برت گلوی بود خیم معلوم بودن شکل شو یک چی میگن سرشون قلب دیگه بود نگرفتی. ولی هیچ کار فهمیده نمیشه، هم دولتش هم ملتش همش قریب وایش دیگه ناتسیست شدگیان هم این کارا رو پیش میبرن. خب هستن بعضی دبانشون مردمی خوب اما کمان. با خود دوستان عزیز نرین دیگه همین روسیه، خواهش میکنم، خواهشان نری روسیه، بری قزاقستان، بری نمیفهم خیتای، بری نمیفهم دیگه دولت های دنیا بچه در دنیا 200 چند دولت های، فقط یه روسیه مونده. خب بازم دیگه پرحرفی نمیکنم، بازم یک بار دیگر تسلیت خود را با مادری بزرگ میرسانم از نام تاجیکان فرانسه و خدا کنه که غم آخرش باشه و خدا کنه که تمام مردم دستگیریش کنن. و اصلا امی کاری که مثلا مادر کرده است ایرو قشاقی، ایرو بیپلی بیخانگی رفته است. ایره هم ما و شما میدونیم. خدا کنه که امیره بچه ها مثلا هر نمیفهم ما ماده هستیم که کمکش کنیم هر طریق مثلا چی باشد یکان چیز در کاره که در اونجا پرتیم مثلا این با مادر ده برای برسه اقلا خونه بگیره. ما بیایم این کار کنیم بچه ها، اگر $1 از تمام دنیا رایش کنیم انشالله صاحب خونه میشه. اصلا باید را دولت باید صاحب خونه کنه و خیلی که نمیفهم ولی دولت نکردم فکر خیالای با خدا بگیرش. او روز یک برنامه ایتاگی گاده بده ولادیمیر پوتین
گفتیم که یک توقیدار را دیم، گفتیم خدا خواه یک سوال خوب میته، چون چی سوالا میته خواه این اکنده نمیفهم فرهنگی ما بود، شرقی استراتژی ما های خفه نشه پوتین سوالش نمیته. ها بچه داغ روز ای تمام دنیا ایرا بالارزد رو مادگی همه ایرا محکوم کیسن. تاجیک ما خودش تاقیش در سرش با بیرق هم در بر جیبکش زدگی میبره، چون چی سوالا میته. و دوستان چند سال پیش هم همی کارا شده بود، همی چیزا در حق ما مردم کرده بودن، مردم روس یا که همون شخصانی که علایده که این کارا را کرده بودن. ما بگیم که یک بعضی ها هم خیلی مثلا در بینشو هست، چند کودکی ما در دستی ملیساش کشته شد. کودکی ما را چندی کس مردمی که مثلا بیفشی سابق کارمند امنیت بودن، کارمند نمیفهم مقامات بودن، این کارا را کردن. چون تو خرک توجیه نمیفهم اون بچه 5 ماهه توجیه در شهر سنت پترزبورگ و ویدیوی 5 ساله و 6 ساله توجیه در پدمسکوی مسکو. چندین کسایی هست که جوش هم میمونم که چوشن عکساشون هم میمونم ببینین که با همش از قاتلانی یعنی مردم نسبتی ما کردن. اما در وقت زدرجن یا در وقت نمیفهم قپیدنی مثلا گناهگار موشی بنیشو نبریدن، نگه نکردن. توجیه ما را دیگه میگیرن، گفتی که پاکی چه خیلی فارش رو ازدیوات هم میکنن، صدا بلند کردن میتونیم که اقلا یک درد دلی خود گفتن میتونیم که در بین جامعه جهانی. اما بچه 1020 چی میگن عصر 21 1026 میدره اکثر چند روز بعد. اما بچه ملت تاجیک اهم در دنیا به قدرترین ملت تاجیک کسی چه خیلی شفاره هم خیلی ازدیواتش میکنه. هر چی هر به صاحبی ما همه مهری خاموشی زدگیان، همه دهنا بسته، همه نمیفهم. اما بچه 50 ساله 60 سالش میمریم روز پگه که ما دیگه آزادی را میبینیم، آبادی را میبینیم. ملت ما در دور سعود همه ملت مثلا گفتی که پود وای در بیسدار مثلا آبرودار در قلم شوروی سابق فقط تاجیکا بودن. ولی چی به خاطر من نمیفهمم ولی چی موشیده است. یک کار میکنه اینا خمام میبرن واید میکنن که دیگه پزدی و گپزدی. ا بچه حتی جنازه‌ش هم مونده که ویدیو بکنن. برای چی؟ برای کدام مقصد؟ برای که پوتین خفه میشه. پوتین ایتو که گفت داد واپش اونش نگرفت یا که واپش خیر به حساب دیگه برابر جنگ دارن دیگه دارن خیلی خاموش چی میگن ژورنالیست خود اقلا ده سوال داده میتونیست کن. با خود دوستان بتونین التماس نرین روسیه دیگه بس کنین روسیه بس کنین نمیگم ما را غم دادن بس کنین. ما ایتن شما با خدا قسم های در اینجا گفتی که پا عذاب میکشیم روحان. ها بچه بیزور شده می لوبوی کانال هوی میکنی یا که شبکه‌های اجتماعی فقط توجیکا را ازدیوات سکایسن رنگ پلنینگ برده ایسان ای خونه میان ای جای کار ای جای خونه ای هر جایی که بیاهنشو برای چی؟ برای بی‌صاحبی ما. حتی اونها که شهروندی دارن پاسپورتاشو درونده و پرتابده ایسن. میگم روسیه خدا خواهش میکنم برادران نره روسیه بیاین طرفای اروپا. بچه همین قمیلت اومده است از شما چی نمیده حالی میگه که ما نمیتونیم یا ویزا نداریم یا که نمیفهم زبان نمیده. در روسیه زبان هم میدونی خدا بگیره اخیل در زبان میپرسن چون چی توی اوتا دا چه نقل کیسه رسید نول رسید صفر با همون روسیه میره های تقوی ما یکم همین جنبه های توجیکا هستن. گفتی که با راهنمایی تو میکنن دیگه تو میکنن. و من میخوام که دمی بعد سال 2026 بچه ها کوشش کنیم که بچه ها را چند نفره مثلا از زورمون میرسه که مثلا هر طریقه که کمک کردن میتونیم بیاریم شو به طرفای خارجی را نروند روسیه دیگه. شما را به خدای پاک میسپارم. خدا کنه که غم آخری مردمی ما باشه. خدا کنه که آخرین رویدادهای باشه که ناجوان ما دانه صورت گرفت دیگه. بازم شما را به خدای پاک میسپارم در حق برادر شهید ما شهید غرامرگ ما قابل جان دعا کنین در نمازاتان. خدا جنت فدا جاش قرار بده که جای بهترینی جنت نصیبش بگردونم. و از مقامداران خواهش میکنم که با این مادری اذیت کشیده با این مادری غم دیده میدونیم ما شما که از روی فقیری و به شرایطی رفت روسیه دو بچه‌ش گرفت رفت کار کردن.
شوهرشان خیلی چند سال پیش، 3 سال پیش، چند سال پیش وفات کرده بود است. ایروی به قشاقی، ایروی نداشتن، ایروی بی‌شرایطی، کودکاش گفت برای در مثلا در اسیا کار کنه، در برش بگیره و با نان حلال بیای خانه و در بخرن، بیای خانه بکنن. اما متاسفانه با آرزوش نرسید و خواهش میکنم از مقامات تاجیکستان که امی مادر مثلا یک خانه، یک مثلا سرپناهی براش مثلا بتنگین، دیگه مادر نره و همون طرف رسیه و چی میگن همون دردها و همون چیزایی که در پیش چشمش گذشتگی دیگه نبینه، همون طرف نره. خواهشان خدا کنه که ملت ما دیگه رنج عذاب نبینه. دیگه شما را به خدای پاک میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. بدرود.